سلام، من اومدم با یه ولاگ دیگه از عشایر. از اونجایی که برقاشون مشکل داشت و خراب بود، احمد تصمیم گرفت که اونا رو درست کنه. پس اینجا ساعت 7 شب ما از مشهد راه افتادیم و ساعت 9 رسیدیم به اونجا. جاتون خالی، زیر کرسی یه چایی خوردیم، شام هم خامه و کره گوسفندی و زیر کرسی خوابیدیم. اینجا 4 صبح که همه جز احمد بیدارن و دارن تلاش میکنن از خامه‌ای که دیروز درست کردن امروز صبح میخوان کره بگیرن. یعنی یک چای آتیشی بزنیم ساعت 4 صبح. همشون تلم میزنن و مشغول کره گرفتن. این کره خوشمزه ترین کره زندگیتون میشه. گوسفندی این دیگه درجه یکه. به یه بوی پیچیده اینجا. 7 صبح و گوسفندا دارن از کوه میان که هم شیرشون دوشیده بشه هم چوپونا استراحت کنن. ما تلویزیون نمیبینیم احمد بیدار شد و صبحونه نخورده دست به کار شد و برقا رو درست کرد براشون. اینجا زن و مرد با هم تلاش میکنن، همبستگی دارن و کار میکنن. الان هم دارن گوسفندا رو به طناب میبندن که سرشماری کنن و بعد هم شیرشون رو بدوشن. سندروم بیقرار پشت شیری که دوشیدن رو میارن از چرخ رد میکنن و خامه و شیر کمچرب میگیرن ازش. خامه، کره و دوغ میگیرن، از شیر کمچرب هم ماست و کشک. اینم همون شیر کمچربه که ماست میشه. احمد از کوه برف آورده بود که همه برف شیره بخورن. یه چیزی شبیه بستنی یخیه و خیلی خوشمزه است. آها، یادم رفت اینو بگم. اون شیره‌ای که میریزه شیره انگوره. دوغ محلی دادن، ماست هم دادن بهمون. جنگل من جنگل. اینم جنگل ارس. جنگل ارس دهوا. جاتون حسابی خالی.